طرز تهیه شیرینی دانمارکی نرم و خوشمزه به سبک ایرانی. مواد لازم برای کرم داخل شیرینی: شیر 250 میلی لیتر، نشاسته ذرت یا آرد سفید گندم 25 گرم، شکر 50 گرم، وانیل یا قاشق چایخوری. مواد لازم برای خمیر شیرینی: آرد سفید گندم 600 گرم، شیر ولرم 1 پیمانه، مایه خمیر 1.5 قاشق غذاخوری، روغن مایه 1/2 پیمانه، تخم مرغ 2 عدد، وانیل 1/2 قاشق چایخوری، زعفران دم کرده 1 قاشق غذاخوری که اختیاری هستش. برای رومال شیرینی ها 1 عدد زرده تخم مرغ به اضافه 1 قاشق غذاخوری شیر. برای برق روی شیرینی ها عسل رقیق شده با مقداری آب. برای آماده کردن کرم داخل شیرینی ها شکر را در کاسه اضافه کرده، وانیل رو اضافه کنید. همچنین آرد گندم و یا نشاسته ذرت رو اضافه کرده، 1/3 از مقدار شیری رو که داریم اضافه کرده و مواد رو کاملا با هم مخلوط بکنید. سپس باقی مونده شیر رو داخل یک شیرجوش ریخته و روی گاز بذارید تا جوش بیاد. بعد از اینکه شیر به جوش اومد، شیر رو آروم آروم به مخلوط نشاسته و شکر اضافه کرده و تون هم بزنید. بعد از اینکه مواد کاملا مخلوط شد، دوباره تمام مواد رو به داخل شیرجوش برگردونید و روی حرارت ملایم قرار بدید. بعد از گذاشتن روی حرارت مواد رو مدام هم بزنید تا کاملا غلیظ بشه و تبدیل به یک کرم بشه. دقت کنید مواد رو ترک نکنید چون ممکنه ته بگیره. بعد از اینکه غلظت مواد به این مقدار رسید، مواد رو از روی حرارت بردارید. کرم درست شده رو داخل کاسه‌ای ریخته. برای اینکه روی کرم روی نونده، یک پلاستیک رو روی کرم جوری که هوا داخلش نره بکشید و کنار بذارید تا خنک بشه. دوستان، شیرینی دانمارکی اصولا با خمیر هزارلا درست میشه، ولی چون درست کردن خمیر هزارلا بسیار وقت میبره و سخت هستش، من یک رسیپی خمیر دیگر رو برای شیرینی دانمارکی بهتون معرفی میکنم که بسیار ساده و راحت‌تر هستش و مثل همون شیرینی دانمارکی ایرانی میشه. برای درست کردن خمیر شیرینی ها نصف مقدار شیر ولرم رو داخل کاسه بریزید. 1 قاشق غذاخوری از مقدار شکری رو که داریم داخل شیر ریخته، همچنین مایه خمیر رو داخل شیر اضافه کرده و کاملا مواد رو مخلوط کنید. روی کاسه رو پوشونده و برای 10 الی 15 دقیقه کنار بگذارید. مابقی شیر رو داخل کاسه بزرگی اضافه کرده، روغن مایه رو اضافه کرده، همچنین باقی مونده شکر رو اضافه کرده، وانیل رو اضافه کنید، تخم مرغ ها رو و همچنین اگر زعفرون استفاده میکنید زعفرون رو اضافه کرده و با همزن دستی مواد رو مخلوط بکنید. سپس مایه خمیر عمل اومده رو داخل مواد ریخته و کاملا مخلوط بکنید. در این مرحله آرد رو در 3 الی 4 مرحله روی مواد الک میکنیم. در هر مرحله که الک میکنید مواد رو هم بزنید تا مقداری مواد مخلوط بشن. بعد از اینکه تمام آرد رو اضافه کردید با دستتون مواد رو ورز بدید تا به صورت یک خمیر در بیان که دیگه به دست نچسبه. دوستان، بعد از اضافه کردن آرد کامل اگر دیدید مقداری خمیر به دستتون میچسبه، میتونید مقدار کمی آرد اضافه کرده و ورز بدین تا چسبندگیش از بین بره. بعد از اینکه یک خمیر لطیف و یک دست به دست اومد، روی کاسه رو با پلاستیک پوشونده و خمیر رو برای 1 ساعت در جای گرم قرار بدید تا حجمش 2 برابر بشه. برای درست کردن رومال شیرینی ها 1 عدد زرده تخم مرغ رو با 1 قاشق غذاخوری شیر مخلوط کرده روش رو بپوشونید و کنار بگذارید. بعد از اینکه خمیر عمل اومد بعد از 1 ساعت و 2 برابر شد، یک سطح صاف رو آرد پاشی کرده و خمیر رو روی سطح صاف پیاده کنید. روی خمیر رو مقداری آرد بپاشید و مقداری با دستتون خمیر رو ورز بدید تا یک دست بشه. سپس با وردنه خمیر رو به قطر نیم سانت باز بکنید.
و با استفاده از پیتزا کاتر و یا چاقو خمیر رو به صورت یک مستطیل برش بدیم. سپس کرم شیرینی رو که درست کرده بودیم داخل یک قیف پلاستیکی ریخته و به شکلی که در ویدیو میبینید روی شیرینی ها کرم رو بکشید. دوستان زیاد از حد کرم داخل خمیر نریزید وگرنه زمان برش دادنش کرم ها از لای شیرینی ها بیرون میاد. بعد از زدن مقدار کافی کرم خمیر رو برش داده و به شکل لوله دو سر خمیر رو کاملا به هم بچسبونید. دوستان توجه کنید کاملا دو سر خمیر رو بچسبونید چون ممکنه بعداً باز بشه و به همین ترتیب تمام شیرینی ها رو درست کنید. به جای استفاده از این کرم میتونید از کرم پاسیتیر هم استفاده بکنید برای داخل شیرینی دانمارکی که آموزش رو قبلا دادم و لینک ویدیو در قسمت توضیحات این ویدیو موجود هستش و یا میتونید قسمت بالا این ویدیو رو کلیک بکنید. همینطور میتونید مدل‌های مختلف این شیرینی دانمارکی رو برش بزنید، میتونید رول بکنید هر جوری که دوست دارید. من به این شکل درست کردم که شکل کلاسیکش هستش. بعد از اینکه تمام شیرینی‌ها آماده شدن، شیرینی‌ها رو داخل سینی فر که کاغذ شیرینی پزی روش کشیدیم بچینید و دقت کنید که شیرینی‌ها رو با فاصله بچینید. سپس رومالی رو که درست کرده بودیم با زرده و شیر رو روی شیرینی‌ها براش کنید و اگر دوست دارید مقداری کنجد روی شیرینی‌ها بریزید، شیرینی‌ها رو روش بپوشونید، برای نیم ساعت کنار بگذارید. در این مرحله فر رو در دمای 170 درجه سانتیگراد و یا 338 درجه فارنهایت روشن کنید. بعد از نیم ساعت که شیرینی‌ها دوباره حجمشون بزرگتر شده، شیرینی‌ها رو در طبقه وسط فر برای مدت 15 الی 20 دقیقه و یا تا زمانی که شیرینی‌ها روشون طلایی بشه قرار بدید. دوستان بعد از اینکه شیرینی‌ها آماده شدن به همون شکل که داغ هستن، عسل رقیق شده رو میتونید روی شیرینی‌ها براش کنید تا شیرینی‌ها برق داشته باشن. همچنین میتونید به جای عسل رقیق شده از عسل و زعفران هم استفاده بکنید. من فقط از عسل رقیق شده استفاده کردم. اجازه بدید شیرینی‌ها خنک بشن. بعد از خنک شدن شیرینی‌ها آماده سرو هستن. همونطور که میبینید کاملا نرم هستن. این شیرینی بسیار مناسب هستش و عالی برای عصرونه و صرف چای و قهوه هستش.